سلام، بنده موشکاف چند وقت پیش خدمت رسیدم و گفتم کار این عظما کپک نظام داره به جاهای باریک میکشه. ظاهرا ولی فقیه زوار در رفته نظام این حرف بنده رو شنیده و برای اینکه کارش به جای باریک نکشه پنترین مهره نظامشو وارد صحنه کرده. بله درست حد زدی. سر تشتک گامبوی ولایت گروهبان گارسیای فیروز آبادی وادی فیروز آباد یه وقت فکر نکنید این سازمان گوشت متحرک برای شاخ و شونه کشیدن علیه استکبار جهانی به میدون اومده ها. نه بابا، این بشکه ولایتم داره از زهر تحمیلی سرریز میشه. بله جناب ژنرال واسه خط نشون کشیدن علیه دلواپسان و ترمز بریده های باند خامنه به میدون اومده. یعنی یه چنین وضعیت آشولاشی داره عظما. همه باید به دولت کمک کنند. اگر سنگ اندازی کنیم، چوب لای چرخ بگذاریم، معلوم است که کار پیش نمی رود و به چشمانداز هم نمی رسیم. بعضی اخبار بی ارزش و تفرقه انگیز هستند. بعضی ها هم شایعه، تهمت و بی مبنا هستند. من خطی و سیاسی عرض نمی کنم. حتی رسانه هایی که به نوعی به نیروهای مسلح مرتبطند خطا می کنند و برابر مشی و منویات رهبری حرکت نمی کنند باید روششان را اصلاح کنند و الا ما با آنها برخورد می کنیم. بله سید علی بافور دید با روزخونی حریف این نوچه های قاد زدش نمیشه. این بود که سرلشکر بی لشکرش یعنی فیروز آبادی رو فرستاد تو گرد تا شاید با توپ و تشر و تهدید به برخورد بتونه یه نسقی از این دلواپسان چموش بگیره. اما از اونجایی که کرک و پر ولایت ریخته دلواپسا واسه این بادکنک ولایت ترم خورد نکردن و معاون همین فیروز آبادی رو کوک کردن تا جواب رئیسش رو اینجوری بده. ما اجازه عبور آمریکایی ها و دیگران را از خط قرمز خود نمی دهیم و اگر لازم باشد با آنان برخورد خواهیم کرد. عجب برخورد تو برخوردی شد آقا. این به این میگه برخورد میکنیم، اونم به این یکی میگه برخورد میکنیم. این پاچه اونو گاز میگیره، اینم گوشه اون یکی رو میکشه. این وسط جسم ناقص ولایته که زیر دست و پای این جماعت خورد و خاکشیر میشه. زهری که یه جرعش چنین علم شنگهی تو نظام برپا کرده، ببین جرعه‌های بعدیش چه به سر نظام ولایت میاره.